از ورزشگاه مرکزی شهر حصار با شما درود میگویم بیننده‌های عزیز، مخلصان و علاقه‌مندان شبکه فوتبال. گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های دور پنجم لیگ اولی مملکت شروع می‌گردد. چند پس در ورزشگاه مرکزی شهر حصار در دایره بازی‌های دور پنجم لیگ اولی مملکت دسته‌های برقچی و هولبوک با مسافه هم می‌آیند. باید بگویم که در موسم جدید دسته برقچی بار اول رقابت خانگی خیش را در میدان خودش برگزار میکند. طور مخلصان و هواداران فوتبال میهن آگاهند دوام زیاد از یک سال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار کارهای تعمیری و تجدیدی صورت گرفتند. از جمله چمن ورزشگاه که صنعی بود به چمن گیبریتی عوض گردید. اینچنین دیگر کارهای تعمیری و ترمیمی در این ورزشگاه جریان گرفتند که البته ما در ادامه واخوری پیرامون این موضوع حتما برای شما گفته میگذاریم. خب، آخرین کارهای تدارکاتی قبل از شروع این رقابت انجام داده میشوند. هیئت داوران نیز به ما نشان داده شد. رقابت مذکور را داور درجه فیفا از شهر دوشنبه گلمراد سعدالله حکمی میکند. به او از کنارها حسن کریمов و اکمل بوریف کمک خواهند کرد. داور احتیاطی باشد رستم نورمتov است. در حجره ور امیرجان خورکشف و خسروی صدیق زاد فعالیت خواهند کرد. کمیسر این واخوری باشد بیننده عزیز عثمان برهانوف محسوب می شود. خب، هم دسته برقچی و هم دسته نوکاری چمپیونات باشگاهی هولبوک واقعا هم در ابتدای موسم نتیجه های خیلی هم خوبی رو نشان داده ایستادند. از جمله دسته هولبوک موسم گذشته در لیگ یک مملکت برآمد میکرد، قهرمان شد و راه خیش را به لیگ اولی مملکت بار اول البته در تاریخ موجودیت خیش هموار نمود. اینجا هیئت هر دو دسته نیز به ما نشان داده می شود. امروز دسته برقچی طور گفته میزبان است و فوتبال بازان این دسته با پیراهن‌های عنعنوی رنگش زرد مبارزه خواهند برد. هیئت دسته هولبوک باشد با پیراهن‌های رنگش کبود بر مقابل حریف مبارزه میبرد. نگفته نماند که در همین وقت و زمان بازی دیگری دوره پنجم لیگ اولی مملکت با اشتراک دسته های وخش شهر بختر و پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی آغاز گردید. آن رقابت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه جریان دارد. خب، همه چیز برای شروع رقابت امروزه آماده است. فوتبال بازان دسته برقچی صاحبان میدان از مرکز میدان توپ را به بازی می‌دارند و ما نیز به هیئت هر دو دسته توجه میکنیم. خب، در خط دروازه دسته برقچی دروازه‌بان رقمی 27 کوایه گاتسون است. فوتبال بازان خط دفاعی این تیم را رقمی 5 برکت الله نگمت الله زاده، رقمی 6 کمال محمد، رقمی 24 مهربان غفار زاده که همزمان کاپیتانی دسته نیز هست. بعدا دفاعگر دیگر این بازیگر شماره 9 مهران مدمینف به حساب می رود. نخستین هجوم صاحبان میدان به نتیجه به انجام رسید. ارسالی که از کنار راست میدان به داخل جریمه‌گاه روان کرده شد از جانب دروازه‌بان دسته هولبوک شاهین جلیلوف برطرف گردید.
ادامه معرفی هیئت دسته برقچی در خط نیم حمایه رقمی 14 موسی قهاروف، رقمی 3 رحمتشور احمدزاده و بازیگر دیگر فوتبال بازی شماره 13 اونانا ژایروس لاندری هستند. در خط حمله دسته برقچی امروز رقمی 8 جاویدان خوشبختov و رقمی 21 دوبی رامین هنرنمایی میکنند. فوتبال بازی دیگری که انقدرش نزدیکتر به خط حمله بازی میکند این فوتبال بازی شماره 10 عزیزبک دلیف است که میتوان گفت یکی از بازیگران کلیدی تیم برقچی نیز در موسم جدید هست. خوب سرمربی دسته برقچی متخصص محلی الیفبک بیروموف محسوب می شود. خوب بیاید به هیئت دسته هولبوک نیز در رقابت امروز شناس می شویم. دروازه‌بان رقم 22 شاهین جلیلوف، فوتبالبازان خط حمایه رقم 71 علیشا خدایقلوف، رقم 3 علیشر خالمرادوف، رقم 6 وفا حخامنشی. بعدا دفاعگر دیگر این تیم بازیگر شماره 18 علیشر سلیموف است. فوتبالبازان خط نیم حمایه دسته هولبوک رقم 62 سفرعلی کریموف، 7 جمشید مرادوف، 10 مسرور قیام‌الدینوف، 77 یونس اسمت‌الله‌ف. در خط حمله باشد دو نفر بازی میکنند، اینها جعفر اسماعیلوف و بازیگر شماره 11 خیرالدین تورخانوف. سرمربی دسته هولبوک ناحیه واسه باشد. بیننده‌های عزیز این جلال‌الدین مجیدوف به حساب می‌رود. دوره می‌بینیم از ابتدای رقابت میزبانان می‌خواهند که فعالی خیش را نشان بدهند و دوام 3 دقیقه است که آنها توپ را نظارت می‌کنند. دوام 3 دقیقه است که در خط حمله کوشش رخنه کردن دروازه حریف را کرده ایستادند که البته در ادامه بعد این هجوم‌های پیوسته با آنها امکان دست می‌دهد که دروازه حریف را رخنه کنند یا اینکه نه البته در ادامه بازی ما شاهد خواهیم شد. خوب دسته هولبوک طوری گفتیم تیم نفکاری چمپیونات است و آنها دوام 3 دوره اخیر با باخت روبرو نشده بودند. همچنین دسته هنرنمای خوب نشان میداد، به دروازه خش گل سر نداد، ولی در دور چهارم یک باره فوتبال بازان هولبوک با حساب کلان به شکست روبرو شدند. دسته از تیم اسخط شهر خوجند با حساب بزرگی 5-2 شهدی باخت چشید. در این برابر دسته برقچی در دور چهارم نتیجه خوب را صاحب گردید. بیننده‌های عزیز آنها در یک رقابت بسیار هم سرگل با کلوب مرکزی ورزش ارتش که مدعی اساسی مدعی نبود، یکی از دعواگران دیگر بهره صاحب شدن برای عنوان قهرمانی در این موسم نتیجه مساوی 3-3 را به قید گرفتند. آنجا در دقیقه های آخری رقابت محض عزیزبک دلیف دسته برقچی را از باخت نجات داد، چون که در داخل جریمه‌گاه بر مقابل یک از فوتبالبازان برقچی قاعده بازی ویران گردیده بود. داور باشد سمت دروازه دسته ارتشی ها پنالتی تعیین کرد و عزیزبک دلیف آنجا پنالتی را بی خطا به گل تبدیل داد و رقابت مذکور 3-3 ختم شده بود. اینجا نخستین هجوم دسته هولبوک نیز راه اندازی گردید، ولی ضربه که از جانب حمله‌ور این تیم اجرا گردید از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. فرصت خوب داشتند بازیگران هولبوک، ولی از امکاناتی به عمل آمده نتوانستند که استفاده برند. هجوم نوبتی دسته برقچی با پشت پای پاس زیبایی انجام داد لیگنر این تیم دوبی رامین، ولی با همدستش هم دیگر فهمی خوب نداشت. ارسال نوانیک از جانب دفاعگر دسته هولبوک و توپ از میدان بیرون می شود. در ابتدای وخوری اندکی بازیگران ناحیه واسه سراسیمه هم هستند. اگر شما اهمیت داده باشید هنگامی که توپ رو صاحب می شوند کوشش میکنند که زود هجوم خیش رو براه مونند و البته در این حالت اشتباه نیز میکنند. هجوم نوبتی دسته برقچی حالت نوبازی نیست و در این وضعیت قاعده بازی ویران گردید. گلمراد سعدالله صداشتک خود را بلند میکند و اشاره دارد که فوتبال بازی دسته هولبوک بازیگر شماره 77 یونس اسمت‌الله‌ف در وضعیت قبلی غیر قاعده بازی کرده است. معذرت، نه که بازیگر 77 بلکه بازیگر رقم 71 کاپیتان دسته علیشا خدایقلوف در همین حالت اندک حرکت زیادتی داشت. ببین
از قفا پای حریف رو زیر کرد. مهران مدمینوف رو از پای زده افتاد. خوب امکانیت بسیار هم خوب به نفع فوتبال بازان دسته برقچی به میان میآید. اینجا گلمراد سعدولو به نقطه اجرایشی ضربه جریمه‌ای 11 متره اشاره کرده است. خود باور کنید در داخل جریمه گاه رخ داد. در نزد توپ بازیگر شماره 10 عزیزبک دلیف قرار دارد. فوتبالبازی مذکور این زمان در موسم 34 لیگ اولی مملکت مؤلفی از 3 گل است و امکانیت دارد که گل چهارم خیش را در رقابت امروزه به هدف رسانیده با بهترین نشانزن چمپیونات شریدین بوبویف برابر شود. یادآور میشوم که شریدین بوبویف نیست، مؤلفی 4 گل و بهترین نشانزن در حال حاضر در لیگ اولی می باشد. گلمراد سعدولو داور اساسی این بخوری با همکسبان خیش که در حجره بر کار و فعالیت دارند یک معاشرت نیز میکند. جهت تفتیش نمودنی انا همون حالت که واقعا هم قاعده وران کنید در داخل جریمه گاه بود یا که بیرون از آن. در حالت اول ما فکر کردیم که قاعده وران کنی بیرون از جریمه گاه رخ داد، ولی بعدا گلمراد به نقطه اجرایشی ضربه جریمه‌ای 11 متره اشاره کرد. خوب در قرار خود قطعی است. داور مرکز صداشتکی و بلند گردید. ضربه عزیزبک دلیف به خطا وارد دروازه میگردد. در دقیقه 8 نیروسنجی صاحبان میدان در حساب پیشرفت میشوند و عزیزبک دلیف یک از بازیگران کلیدی تیم برقچی دستش را در حساب به پیش میبرد و واقعا هم بعد انجام هر یک بخوری سرمربی دسته برقچی الفبک بیرام خیر میکند که ما با موسم نو با انگیزه دیگر آماده شدیم و آماده هستیم که در مقابل دلخواه حریف، خواه استقلال است، خواه رفشن، خواه ریگارتاد است، ما آماده ایم که رقابت ارزنده نشان بدهیم و برای رسیدن به دستاوردهای ارزنده به بازی خوب ما تو آخر موسم حتما تلاش میکنیم. تورید در نوارهای تکراری که کارگردان پیشنهادی ما کرد واقعا هم دیده می شود که مهران مدمینوف را در داخل جریمه گاه خیش فوتبال بازان هولبوک از پای افتانیدند و قرار برآورده گلمراد سعدولو نیز واقعا هم درست بوده است. همکنون بازیگران هولبوک میخواهند که زود حساب را برابر کنند. البته این چیز برای آنها با آسانی دست نمیدهد چون که تیم برقچی نیست واقعا هم خیلی خوب بازی میکنند و در رقابت امروزه نیست طوری میبینیم خود در خط دفاع و خود در خط حمله بازی قابل توجه نشان داده ایستادند. ارسال درو دراز به خط حمله فرصت میتوانست که برای حملگر دسته برقچی به میان آید. مهران مدمینوف پس چندان خوب با دوبی رمین روان کردن نتوانست. انیخترش ارسالی که از جانب مهران به مرکز جریمه گاه روان کرده شد اندکی سرعتش پست بود. بار دیگر به نوارهای تکراری میتوانیم که توجه کنیم. اینجا ارسالی که از نیمه میدان برقچی به خط حمله روان کرده شد خیلی هم خوب بود. در ادامه رقابت‌های دور پنجمی لیگ اولی مملکت چند از مخوری‌های دیگر باید برگزار شوند. از جمله پگاه در دور پنجم قهرمانی فعلی مملکت باشگاه استقلال شهر دوشنبه با تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش مبارزه میبرد. دربی شهر دوشنبه است و یک رقابت جالب رو نیز مخلصان فوتبال انتظارند. بعدا دسته رفشن با حاصلات نوعی فرخور در دور پنجم مبارزه میبرد. روز 13 اپریل همچنین در روز 13 اپریل یک رقابت دیگر با اشتراک دسته های اسخط و خوجند برگزار می شود. می توانیم بگیم که بخری دسته اسخط و خوجند این دربی ولایتی سوق نیز هست. خوب در بازی آخرین دور پنجم دسته های سرفشان و ریگارتاد دست با هم بازی خواهند کرد. اینجا با فوتبال بازی دسته هولبوک کارت زرد نشان داده شد. دفاعگر کناری بازیگر شماره 18 علیشر سلیموف به خاطر ویران نمودن قاعده بازی از جانب داور با برگه زرد مجازات میگردد. علیشر سلیموف نخستین فوتبال باز در رقابت امروزه شد که از جانب داور مرکز کارت زرد گرفت و از قرار برآورده داور علیشر توجه ناراضی هم هست.
дар ҳар ҳолате ки набошад бояд ба қарори баровардаи довар бояд арҷ гузошт, вале аз ин чиз футболбози дастаи ҳулбук андаке худдорӣ ҳам мекунад. табиби дастаи барқчӣ ба футболбози осеб бардошта ёри аввали тиббиро мерасонад. бозигари мазкур аз пӯи чапи хеш ҷароҳат гирифт ва ҳам акнун ба нафи соҳибони майдон вазъияти стандартӣ ба миён меояд. имконияти навбатӣ барои бозигарони барқчӣ. бо бозигузорӣ аз ин фурсат истифода бурдан шогирдони Алифбек Беромов ҳамакнун пас ба дохили ҷаримагоҳи ҳулбук равон карда шуд ки албатта ин вазъият аз ҷониби футболбозони ноҳияи восеъ бартараф карда шуд. дар хати ҳамла умуман бозигарони барқчӣ ба ҳариф имконият намедиҳанд. бубинед ки ҳангоме ки футболбози дастаи ҳулбук дар хати ҳамла тӯбро соҳӣ мешавад, соҳибони майдон ба ӯ чанд нафара фишор меоранд ки албатта бо ин тактика бозӣ кардан барои шогирдони Алифбек Беромов давоми 12 дақиқаи рақобати имрӯза воқеан натиҷа ҳам медиҳад. ногуфта намонад ки дар рақобати имрӯза як гурӯҳ мухлисону ҳаводорони ҳам дастаи барқчӣ ва ҳам гурӯҳи ҳаводорони дастаи ҳулбук низ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор қарор доранд. баъд аз он ки дастаи ҳулбук ба лигаи олии мамлакат роҳат гирифт, мухлисону ҳаводорони ин даста хеле ҳам хурсанд шуданд ва дар рақобате ки қаблан дастаи ҳулбук дар лигаи олӣ доир кард, яъне давоми 4 даври гузашта, гурӯҳи мухлисону ҳаводорони ин тимро дар майдонҳо мо албатта медидем. инҷо каме дар мавриди варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бояд ҳарф бизанем. тавре дар оғози гузориш низ қайд кардем. майдони мазкур давоми зиёда аз 1 сол мавриди таъмиру таҷдид қарор гирифта буд. ҳоло ҳуҷуми дастаи ҳулбук фурсат ҳаст. инҷо баъди як пойғеч футболбози дастаи барқчӣ меҳрубон ғаффорзода тӯбро ба назорати дастааш баргардон. ҳамакнун футболбозони барқчӣ ба аксул ҳуҷум мегузаранд, вале ним ҳиматгари дастаи барқчӣ Мусо Қаҳоров дар ана ҳамон вазъият натавонист ки ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад. чамани варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор, бинандаҳои азиз, сунъӣ буд ва ба чамани гибритӣ иваз карда шуд ки воқеан ҳам хеле зебо аст ва метавонем гӯем ки талаботҳои лигаи олии мамлакат ва ҳатто ба талаботҳои сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯ низ ҳаст. агар гӯем хато нахоҳем кард. инчунин дар варзишгоҳ нишастгоҳҳо рангубор карда шуданд. ҳуҷраи либоси вазкунии футболбозон, ҳуҷраи доварон, ҳуҷраи комиссарон ва чанде аз инфраструктураи дигари майдони марказии шаҳри Ҳисор таъмиру таҷдид гардид ва ҳамакнун дастаи барқчӣ дар идомаи мавсим имкон дорад ки дар майдони хонагии хеш рақобатҳои худро доир намояд. қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифта мешавад. Меҳрон Мадаминов баъди як қоидаси тезӣ тӯбро тавонист ки ба назорати дастааш баргардонад. ҳамакнун футболбозони дастаи ҳулбук ба аксул ҳуҷум мегузаранд тариқи канори чапи майдон. инҷо як зарбаи ноаниқ ва дарвозабони дастаи барқчӣ Куае Готсон бидуни мушкилӣ тӯбро тавонист ки ба dastoни хеш бигирад. инҷо соҳибони майдон андаке иштибоҳ карданд, паси нодуруст. имрӯз ба ҳайси яке аз бозигарони бозисози дастаи ҳулбук, бинандаҳои азиз, ин Юнус Исматуллоев дар майдон бозӣ дорад. ҳуҷуми дастаи ҳулбук фурсат ҳаст ва инҷо футболбозони барқчӣ талаб мекунанд ки бояд пеналти таъин шавад, чунки тӯб ба дасти футболбози дастаи барқчӣ бархӯрдааст, вале довари марказ Гулмуроди Саъдулло умуман ба ин вазъият таваҷҷӯҳ накард. ҳамакнун Гулмуроди Саъдулло садаи хуштаки худро баланд намуд. як футболбози дастаи барқчӣ низ осеб гирифтааст. ҳиматгари канори ин тим Мусо Қаҳоров. Гулмуроди Саъдулло дигар бора маҷбур мешавад ки ба ҳамкасбонаш ки дар ҳуҷраи вар қарор доранд муроҷиат кунад. дар ана ҳамин ҳолат тӯб ба дасти футболбози барқчӣ бархӯрд ё ин ки не. дар кӯшиши дуюм
توپ برخورد واقعا هم به دست بازیگر دسته برقچی، ولی گپ سر اون است که دستش در حالت طبیعی بود. این هم من همون حالتی که فوتبال بازان هولبوک در ابتدای رقابت اشتباه کردند و عزیزبک دلیف باشد از پنالتی توپ رو وارد دروازه کرد. با کنج راست دروازه عزیزبک دلیف توپ رو روان کرد و دروازه بر این دسته هولبوک باشد. شاهین جلیلوف کاملا خود رو به دیگر سمت هوا داد و توپ باشد بدون مشکلی وارد دروازه گردید. اینها گروه مخلصان هواداران دسته هولبوک هستند که از داور طلب میکنند پنالتی تعیین کند، ولی نه، گلمراد سعدالله در آن همون وضعیتی که در داخل جریمه‌گاه برقچی به میان آمد یگان حالت غیر قاعده را ندید. طبعا بالاتر نیز من قید نمودم دست بازیگری دسته برقچی در حالت طبیعی بود. امروز دسته هولبوک تو دقیقه های آخر حتما برای از باخت نجات یافتن مبارزه میبرد، چون که دسته نفکار چمپیونات به موسم آمادگی خیلی هم خوب دیده است. بهران مدمینوف، نه معذرت، این برکت‌الله بوده است که در وضعیت قبلی توانست که هجومی حریف را قطع نماید. در واقع امروزه شاگردان جلال‌الدین مجیدوف در بیشتر حالت توسط کنار چپ میدان میخواهند که هجوم‌های خویش را راه اندازی کنند. ارسال درو دراز برکت‌الله به خط حمله به نتیجه جنبست گردید. خیلی هم خوب فوتبال بازان هولبوک با عکس‌ال حمله فرار نمودند، ولی حمله بر کناری این تیم نتوانست که هجومی دستش را ادامه بدهد. بازیگر شماره 77 یونس اسمت اللهیف توپ را از دست داد، ولی بعدا هم دستش اشتباه او را توانست که جبران کند. کوشش نوبتی فوتبال بازان دسته هولبوک توسط کناری راستی میدان، پس نادرست و دیگر باره میزبانان توپ را به نظارت خویش برمیگردانند. جاویدان خوشبختوف، برکت‌الله نگمت‌الله زاده، کمال محمد، شاگردان الفبک بیراموف تصمیم میگیرند که اندکی توپ رو در نظارت خویش نگاه دارند و این چیز برای آنها میسر نیز میگردد. با پاس‌های کوتاه و میانه آنها توانستند که توپ را در نظارت خویش نگاه دارند. گزارش بسیار هم خوب، ولی ضربه چندان در سطح ضروری اجرا نگردید. از چند نفر گذشت. حمایتگر دسته برقچی موسی قهاروف با نزدیکی جریمه‌گاه هولبوک نیز نزدیک شد. فرصتی خوب داشت برای اجرا نمودن ضربه خطرناک سمت دروازه حریف، ولی این چیز از دستش چندان خوب انجام دادن نشد. ضربه اجرا نموده موسی قهاروف زمینی روان کرده شد که دروازه‌بان دسته هولبوک در نوبت خویش توانست که اون را برطرف کند. دیگر بار از مرکز میدان هجوم دسته برقچی براه مانده شد. دو نفره فوتبال بازان هولبوک فشار آوردند و کمال محمد در خط حمایه برقچی خیلی هم خوب بازی کرد. هجوم دسته برقچی توسط کنار چپ میدان جاویدان خوشبختوف غیر قاعده بازی کرد. گزارش بسیار هم خوب به اشتراک فوتبال بازی دسته هولبوک. هجوم دسته‌اش را ادامه می‌دهد. امکانیت برای بازیگران هولبوک، ولی
هجوم دسته تاخیر انجام دادن نشد. نوبت دیگر فوتبالبازان هولبوک به خط حمله گذاشتند ولی ارسالی که از جانب مسرور قیامیدینوف به داخل جریمه روان کرده شد بی نتیجه بود. یگانه از همدسته هایش برای اجرا کردن دروازه از جانب دروازه حریف تلاش نکردند. دیگر بار گزارش موسی قهارف با ما نشان داده می شود. ببینید که سه فوتبالباز روی وزن گذاشت و بعدا ضربه را اجرا کرد. دوره میبینیم در رقابت امروزه دسته میزبان فوتبالبازان برقچی از لحاظ اداره کنی توپ، از لحاظ تشکیل هجوم ها و دیگر نشاندادها یا خود امورهای رقابت امروزه در قیاس به تیم حریف پیشرفت است و واقعا هم پیشرفتی شاگردان الف بیگ براموف دوام 22 دقیقه رقابت امروزه نتیجه هم داد. آنها در حساب با حساب 1-0 پیشرفتند و مؤلفی یگانه گل رقابت امروزه تو دقیقه 22 این حمله‌ور عزیزبک دلیف است. اینجا فوتبالبازان دسته هولبوک به عکس الهجوم فرار نمودند ولی بعدا یونس اسمت‌اللهیف در مبارزه انفرادی با بازیگر دسته برقچی چندان موفق نگشت. در مرکز میدان توپ‌ربایی بسیار هم عالی با اشتراک بازیگران دسته هولبوک و در ادامه مهران مدمینوف مجبور شد که با قاعده بیرون کنی دست بزند. مقابل یونس اسمت‌اللهیف حرکتی زیادی داشت. مهران مدمینوف موسم گذشته مهران در حیاط دسته استقلال بود و در موسم جدید او با تیم برقچی پیوست. خوب وضعیت استانداردی به نفع بازیگران هولبوک در دقیقه 23 به میان می آید. در نزد توپ فوتبالباز شماره 10 مسرور قیامیدینوف و جمشید مرودوف قرار دارند. به این وضعیت توجه میکنیم. صدای که دوبار نیز بلند گردید. ارسال با داخل جریمه گاه اما به نتیجه این هجوم جمع است گردید بر زمین. داور کناری اشاره میکند که فوتبال بازی دسته هولبوک در حالت نوبازی قرار داشته است. طور در آغاز گزارش قید نمودیم دسته هولبوک در سه دوره موسم 34 خیلی هم خوب بازی کرد. از جمله فوتبالبازان دسته هولبوک در دوره اول نتیجه خیلی هم خوب را به قید گرفتند. آنها توانستند که با تیم پانچری جلال‌الدین باقی مبارزه برده با حساب 2-0 پیروز شدند. یکی از هجوم‌های خطرناکترین تیم برقچی در دقیقه 25 تشکیل کرده شد ولی مهران مدمینوف در حالت افساید بود و در این برابر بر مقابل دروازه‌بان تیم هولبوک غیر قاعده نیز عمل کرد. در همین وضعیت پس به خط حمله خیلی خوب اجرا کرده شد. مهران مدمینوف اثر وقت نتوانست که توپ را صاحب شود چون که دفاعگر دسته هولبوک در همون حالت پایغیج انجام داد. دسته هولبوک در دوره اول 2-0 مقابل پنچر پیروز شد. آنها در دوره دوم لیگ عالی مقابل سرافشان 1-0 پیروز شدند و در دوره سوم با کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت خویش را بدون گل یعنی 0-0 به پایان رسانیدند ولی دوره چهارم برای آنها نتیجه خوبی رو در پی نداشت. به حساب بزرگ 5-2 فوتبالبازان هولبوک شکست خوردند. آنجا گل‌های تیم هولبوک را فرانکلین بامایانگونا همچنین بازیگر دیگر سفرعلی کریموف به ثمر رسانیده بود.
این زمان اگر به جدول عمومی لیگ اولی مملکت توجه کنیم، دسته هولبوک با تیم‌های رفشن و اسخاتا برابر 7 امتیازی دارد، ولی از لحاظ تناسب توپ‌ها هولبوک در زمینه ششم قرار دارد. فوتبال‌بازان این دسته به دروازه حریفان خویش 5 گل زده و 5 گل دیگر از دروازه خویش بیرون برآوردند. تیم رفشن باشد به زدن 7 گل دست یافت و به دروازه خویش 3 گل سر داد. تیم اسخاتا باشد از همه زیاد 9 گل در این موسم به هدف رسانیده است و از این لحاظ این زمان فوتبال‌بازان اسخاتا پیش‌صفند. یگانه تیمی که بگذشت 4 دور در موسم نو به دروازه حریفان خویش بیشتر گل زده است. دسته برقچی باشد بعد هولبوک در جدول عمومی چمپیونات قرار دارد. شاگردان الفبک براموف در حساب خویش 5 امتیاز دارند و در زینه هفتم موفقیت گرفتند. در دوره اول طبر آگاهی داریم یک رقابت مشکل داشت دسته برقچی با برنده فعلی جام تاجیکستان باشگاه رگا ارتداس و در دقیقه های آخری رقابت با نتیجه مینیمالی 1-0 از فوتبال‌بازان شهر ترسونزاده شکست خورده بودند. در دوره دوم باشد توانستند که مقابل حاصلات نوعی فرخار با 3 گل به جواب پیروز شوند. در دوره چهارم و پنجم باشد فوتبال‌بازان برقچی با تیم‌های پنجشیر و کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت‌های خویش را مساوی جنبست کردند. با پنجشیر 0-0 و با ارتشی ها باشد 3-3. اینجا کارت زرد نشان داده می شود به فوتبال‌باز دسته برقچی. بازیگر مذکور در مرکز میدان به قاعده ویران کنی دست زد و از جانب داور مرکز کارت زرد نیز گرفت. از لحاظ برگه های زرد هم اکنون برابر بقید گرفته می شود. موسی قحورف همتگر کنوری صاحبان میدان در همین حالت ببینید که وقتی که توپ را از دست داد از قفا دست حریف را اندکی به سمت خود کشید که البته این عمل در فوتبال ممنوع است. از پرسینگ حریف فوتبال‌بازان برقچی خیلی هم خوب رها می‌یابند. عموما امروز دسته برقچی آمادگی خوب دیده است. این هم سرمربی دسته هولبوک ناحیه وسه جلال‌الدین مجیدوف است. متخصص محلی در ماه مارت بهترین مربی لیگ اولی انتخاب گردید. جلال‌الدین مجیدوف همراه با دسته هولبوک در 3 بازی خویش در ماه مارت به 2 پیروزی و 1 نتیجه مساوی دست یافتند. جاویدان خوشوقتوف در مرکز میدان. محمد کمال اشتباه نوبتی با اشتراک فوتبال‌بازان دسته برقچی و عکس الهجوم دسته هولبوک شروع می شود. در مرکز میدان جمشید مرادوف ارسال با داخل جریمه‌گاه نیز روان کرده شد. اینجا فوتبال‌باز دسته هولبوک تلاش کرد که توپ را در میدان نگاه دارد ولی موفق نگردید. حمله‌ور جعفر اسماعیلوف در وضعیت قبلی برای صاحب شدن توپ تلاش کرد ولی موفق نگردید. به استثنای همان حالاتی که در ابتدای رقابت به میان آمده بود و از ضربه زده فوتبال‌بازی دسته هولبوک از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد و دیگر عموما بازیگران ناحیه وسط یگان وضعیت خطرناک را در نزد دروازه برقچی سازمان ندادند. دیگر بار مهران مدمینوف به خط حمله فرار کرد ولی همتگر دسته هولبوک توپ را زده از میدان بیرون نمود. کمتر از 15 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی نیمه یکم دیدار دسته برقچی و هولبوک باقی میماند. گزارش بسیار هم خوب. ادامه حمله دسته برقچی. روبی ارمین فرصت ولی در این وضعیت به کجا ضربه زد؟ فکر میکنم
درآمدگاهی ورزشگاه مرکزی شهر هزار در وضعیت قبلی نشان گرفت. لیگنری دسته برقچی روبی رامین دوبی. ببینید که پاسی بسیار هم خوب از جانب نیم حمایتگری دسته اونانا جایروس با او اجرا گردید، ولی حمله‌آور دسته برقچی کاملا ضربه را نادرست اجرا نمود. اندکی رفت رقابت من کرده شد و سرمربی دسته هولبوک جلالالدین مجیدوف و همتای او علیفبک بیراموف که سرمربی دسته برقچی است با دست پرورانی خویش از مرز میدان دستور و سپارش ها میدهند. خصوصا جلالالدین مجیدوف سرمربی دسته هولبوک با دست پروران خود سپارش های بسیار هم مهم میدهد. مهم به آن معنا که فوتبال بازان دسته این زمان در حساب با قفا مانده ایستادند. بعد از آن که عزیزبک دلیف از ضربه جریمه‌ای 11 متر گل زد، اندکی فوتبال بازان هولبوک نیز به خود آمده. هجوم دسته هولبوک علی شاه خدای قلوف اینجا مسرور قیامیدین فاس پای می افتد و دوباره مرکز فایده بران کنی رو به اعتبار گرفت. اینجا فوتبال بازی دسته برقچی اونانا جایروس توپ را زده از میدان بیرون نمود و گلمراد سعدالله با او یک آگاهی شفاهی نیز داد. فرصت نوبتی برای بازیگران هولبوک به میان می آید. جعفر اسماعیلوف ارسالی او به داخل جریمه‌گاه، این حالت پورا برطرف نشده است و گل! یکی از گل های زیباترین دور پنجم لیگ عالی مملکت به هدف رسانیده می شود. یونس اسمت‌الله بیرون از جریمه‌گاه واقعا هم گل زیبایی را بیننده های عزیز به هدف رساند. پایه گاتسون در زمان دسته برقچی از دستش کار نآمد. ببینید که در تعجب است بعد تلاش پیوسته و واقعا هم یک از بازیگران فعال تیم هولبوک دوام 34 دقیقه رقابت امروز محض یونس اسمت‌الله بود. ببینید که در همین حالت نگران دسته برقچی پورا هجوم حریف رو برطرف کرده نتوانستند. بیرون از جریمه‌گاه میتوانیم بگوییم که یونس اسمت‌الله با ضربه تابناکی خویش توپ را وارد دروازه نمود. کنج نزدیک دروازه را یونس اسمت‌الله نشان گرفت و ضربه‌اش دقیق هم بود. در واقع امروزه دسته هولبوک بیننده های عزیز باید اقرار شویم که چندان فعال نبود. این دومین امکانیت گلزنی فوتبال بازان هولبوک بود و آنها توانستند که از دومین امکانیت خویش استفاده کنند. اونانا جایروس فرصت نوبتی برای بازیگران دسته هولبوک، ولی توپ رو از دست میدهد نیم حمایتگری این تیم جمشید مرادوف. مهران مدامینوف پس به خط حمله. فرصت نوبتی برای بازیگران برقچی و اینک بار دوم پای هم است که دوبی رامین ضربه هایش نادرست اجرا می شود. چند پیش ضربه زدهش از پهلوی دروازه از میدان بیرون شده بود و همکنون دیگر باره لیگنری برقچی ضربهش را نادرست روان کرد. اینجا حالت نوبازی نیست به قید گرفته می شود. دور دوبار اشاره کرد. فوتبال بازی دسته برقچی دوبی رامین پیشتر از حمایتگران دسته حریف موقع گرفتند.
همکنون شاگردانی جلال‌الدین مجیدوف فرصت نوبتی خیش را جویا میشوند بهر به ثمر رسانیدن گل دوم خیش در رقابت امروزه. یک فوتبال بازی دسته هولبوک در میدان خوابیده است ولی فوتبال بازان برقچی تصمیم میگیرند که هجوم خیش را ادامه بدهند. در کنار راستی میدان یونس اسمت‌الله‌اف مؤلف گل دسته هولبوک اندک جراحت گرفته است، همکنون با بازی برگشت. برکت‌الله نگمت‌الله زاده پسیوب به مرکز میدان هجوم دسته برقچی ادامه خواهد کرد، اما ارسال جاویدان خوشوقتوف به دوبی رمین رفتن نرسید. دیگر بار هجوم دسته برقچی براه مانده می شود. مهران مدمینов مهران نتوانست که توپ رو به مرکز جریمه‌گاه روان کند. جاویدان خوشوقتوف دیگر بار بود توپ است. ارسال هوایی به مرکز جریمه‌گاه دسته هولبوک، اما این حالت برطرف کرده شد. یا فوتبال بازی دسته هولبوک بیننده های عزیز علیشر سلیموف توانست که توپ را در میدان نگاه دارد. جعفر اسماعیلوف مسرور قیام‌الدینov همکنون جمشید مرادوف ارسال درو درازی او به کنار راست میدان رفته رسید. سفرعلی کریموف توپ از میدان بیرون نشده است. هجوم دسته هولبوک ادامه خواهد کرد. مسرور قیام‌الدینov جعفر اسماعیلوف همکنون مسرور ارسال مسرور به داخل جریمه‌گاه ولی بی نتیجه است. در قسم یکم از جانب مسرور قیام‌الدینov بارها چنین پرتاب ها به داخل جریمه‌گاه دسته برقچی روان کرده شدند ولی هم دسته هایش از این امکانات ها استفاده برده نمیتوانند. دیگر باره هجوم دسته برقچی از مرکز میدان آغاز گردید. اینجا همدیگر فهمی چندان خوب نداشتند و در این برابر داور کناری نیز بیرقچه خود را بلند نموده اشاره کرد که مسرور قیام‌الدینov در حالت نابوزی بوده است. محمد کمال برکت‌الله نگمت‌الله زاده حالت نابوزی نیست. دوبی رمین اینجا توپ میتوانست که از پهلوی دروازه از میدان بیرون شود ولی به این چیز حمایتگری دسته هولبوک راه نداد. بعد از آن که تیم هولبوک به دروازه خود گل سر داد واقعا هم هنرنمایی شاگردان جلال‌الدین مجیدوف در نیمه اول خیلی تغییر یافت. ولی در دقیقه های اول واخوری فوتبال بازان هولبوک کوشش میکردند که بازی دفاع کارانه را نشان بدهند. شاید این تاکتیک سرمربی دسته هولبوک نیز باشد ولی بعد از آن که دسته گل سر داد در خط هجوم خیلی فعال گشت. امروز باعث یک از حمایتگران مرکزی دسته برقچی بازیگر شماره 13 محمد کمال بازی دارد. همچنین با همراهی محمد کمال بازیگر دیگر این آنانا ژایروس نیست در بیشتر حالت کوشش میکند که با فوتبال بازان خطی حمایه کمک کند.
ادامه حمله دسته برقچی، فرصت هست، گزارش بسیار هم خوب، دوبی رامین. ادامه حمله دسته برقچی، باید ضربه اجرا کرده شود. دوبی رامین در حالت نوبازی بود و با همین خاطر برای به دست آوردن توپ مبارزه نبرد، ولی داور کناری الکای افساید را به قید گرفت. در نیمه اول فوتبال بازان هر دو تیم بارها در حالت نوبازی بودند. ببینید که دوبی رامین پس هم دستش را قبول کرد. داور کناری به این حالت عموما توجه نکرد، هرچند شبهه ها نیز بودند در مورد آن که دوبی رامین اندکی از فوتبال بازان حریف پیشتر قرار گرفته بود. ضربه کنجی تعیین می شود به نفع دسته هولبوک. این نخستین ضربه کنجی فوتبال بازان ناحیه واسه در رقابت امروزه است. انیخترش در قسم اول کاپیتان دسته هولبوک با داور مرکز یک گفتگو نیز داشت. معذرت بله کاپیتان دسته بود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. خدمتگران دسته برقچی توپ را زده از داخل جریمه‌گاه خویش بیرون نمودند. کوشش عزیزبک دلیف به نتیجه است. ادامه حمله دسته هولبوک، ولی این ضربه پهلوتر از دروازه میدان رو ترک نمود. امروز در حیات دسته برقچی یک و یک باره 4 لیگیونر از دقیقه اول بازی را شروع کردند، از جمله کوای گودسون، بعدا محمد کمال، اونانا جایروس و دوبی رامین. اینها لیگیونران تیم برقچی هستند. با طبق قانون و قاعده های لیگ اولی مملکت در یک بخوری در حیات یک دسته 8 لیگیونر میتواند که ثبت نام شود در پروتکل بازی. اینجا فرصتی بینهایت خوب بود برای بازیگران برقچی و فوتبال بازی تیم هولبوک قریب بود که توپ را به داخل دروازه‌اش روان میکرد. اندک جراحت نیز گرفت علیشیر خالمرادوف. بار دیگر به نوعهای تکراری توجه میکنه. ببینید که این ارسال به دوبی رامین روان کرده شد و اول شده شاهین جلیلوف دروازه‌بان دسته هولبوک توپ رو به دستان خویش گرفت. محمد کمال زیر فشار حریف قرار گرفت و مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. دیگر باره به نفع شاگردان جلال‌الدین مجیدوف در نیمه اول ضربه کنجی تعیین می‌گردد. ارسال به داخل جریمه‌گاه بی نتیجه بود، چون که اولی شده فوتبال بازی دسته برقچی توپ را قبول کرد. اینجا حالت نوبازی است. فوتبال بازی هولبوک دیده و دانسته توپ را به نظارت خویش گرفت. الیفبک بیراموف سرمربی دسته برقچی به ما نشان داده می شود. متخصص محلی بر آن نظر است که در موسم 34 لیگ اولی مملکت دسته شهر حصار می تواند که به نتیجه های قابل توجه دست یابد. محمد کمال دقیقه آخرین وقتی اساسی نیست، به انتهای خویش نزدیک است. دوبی رامین، برکت الله نگمت الله زاده ترکیب روی بسیار هم زیبا، ولی این ترکیب روی در دوام نکرد. عکس العمل دسته هولبوک فرصت هست، ولی حمایتگر کناری برقچی زود با موقع خود برگشته توپ رو به نظارت دستش برگرداند. خوب داور مرکز به نیمه اول 2 دقیقه زم کرد. باید بگیم که در نیمه اول چندان وقت برهدر نرفته بود. اونجا در یک حالت تجلیل گل بود از جانب فوتبال بازان دسته برقچی. بعدا فوتبال بازان دسته هولبوک نیز از گل زده خویش استقبال گرفتند. در ادامه
چند فوتبالباز جراحت‌های نه چندان جدی گرفتند. در دو وضعیت دیگر گلمراد سعدالله با نوارهای تکراری مراجعت نمود و جمع این همه تلافیابی وقت رو دور مرکز به اعتبار گرفته 2 دقیقه به قسم اول ایلوه کرد. محمد کمال پسیو با برکت‌الله نگمت‌الله زاده. محمد کمال جایبانی میدان امکان دارند که در نیمه اول یک هجوم دیگر رو تشکیل دهند ولی موفق نمیگردند. جاویدان خوشبختov ارسال دیاگونالی و با کنار راستی میدان ولی توپ بدون رسیدن به یگان بازیگر از میدان بیرون شد. یونس اسمت‌الله‌یف توپ را زده به خط حمله روان کرد. 2 دقیقه اضافه شده داور نیز به نیمه یکم جنبست گردید. همین طریق دسته های برقچی شهر حصار و هولبوک نهویه واسه نیمه اول رو با نتیجه مساوی 1-1 جنبست میکنند. همکنون دسته ها به تنفس میبرند و بعد 15 دقیقه به نیمه دوم این بخوری برمیگردیم. بیننده های عزیز، مخلصان و علاقمندان فوتبال، برمیگردیم به قسم دوم رقابت دسته های برقچی و هولبوک نهویه واسه. یادآور میشوم که این رقابت در دایره بازی های دوره پنجم لیگ عالی مملکت جریان دارد و بعد انجام نیمه یکم حساب مساوی 1-1 است. در نیمه اول اولی شده فوتبال بازی دسته برقچی با زدن گل دست یافته حساب را کشودند. اونجا از ضربه جریمه‌ای 11 متر عزیزبک دلیف حساب را کشوده بود و بعدا در ادامه نیروسنجی فوتبال بازی دسته هولبوک با زدن گل جوابی مشرف گردیدند و مؤلف گل جوابی از سمت دسته هولبوک این بازیگر شماره 77 یونس اسمت‌الله‌یف به حساب می‌رود. واقعا هم یونس در نیمه اول بسیار هم گل زیبایی رو تسلیم تور حریف کرد. اینجا در ابتدای نیمه دوم فوتبال بازی دسته هولبوک اندک جراحت میگیرد. طبیب دسته نیز زود به میدان دعوت گردید. اینجا بازیگر شماره 18 سفرعلی علیشر سلیموف از پای خود اندک جراحت گرفته است و یک برخورد داشت با فوتبال بازی دسته برقچی. همکنون به او یوری اولیه طبی رسانیده می شود. بیایید در ابتدای نیمه دوم به حیات هر دو دسته توجه میکنیم. در رقابت امروزه دسته برقچی میزبان است. در خط دروازه رقم 27 کوایه گودسون بازی میکند. فوتبال بازی خط حمایه رقم 5 برکت‌الله نگمت‌الله زاده، رقم 6 محمد کمال، رقم 24 مهربان غفار زاده و حمایتگر دیگر این بازیگر شماره 3 رحمتشاه رحمت زاده به حساب میرود. خوب فوتبال بازی خط نیم حمایه رقم 14 موسی قهارف، رقم 13 اونا نجایروس و اینچنین نیم حمایتگر دیگر دسته برقچی این بازیگر شماره 10 عزیزبک دلیف به حساب میرود. در خط حمله جاویدان خوشوقتov البته به حمله بران کمک میکند. دوبیرامین بازیگر شماره 21 و مهران مدامینov فوتبال بازی شماره 9 حمله بران تیم برقچی هستند. سرمربی این تیم متخصص محلی الفبک بیراموف محسوب می شود. خوب هیئت دسته هولبوک فوتبال بازی این تیم نیز بدون تغییرات قسم دوم را شروع نمودند. امکانیت بسیار هم خوب و کوشش دوم از جانب حمایتگران دسته هولبوک برطرف کرده شد. فرصت نوبتی حالت نوبازی به اعتبار گرفته می شود. مهران مدامینov در افساید بود. در نیمه اول با اشتراک هر دو دسته برها افساید به قید گرفته شد. اینجا فوتبال بازی تیم برقچی لیگنر دوبی رامین کارت زرد میگیرد. به خاطر چی خودش حیران است. در آن همین حالت بعد از اینکه مهران مدامینov توپ را به مرکز جریمه‌گاه روان کرد، حمایتگر دسته هولبوک آن وضعیت رو برطرف نمود ولی در آن همین حالت دوبی رامین با دست خویش اندکی بروی حریف برخورد است که البته برای این عملش از جانب داور مرکز بدون جزا نماند. در خط دروازه دسته هولبوک دروازه‌بان رقم 22 شاهین جلیلوف است.
футболбозони хатти ҳимояи ин даста рақами 71 Алишо Худойқулов ки ҳамзамон капитани тими Ҳулбук низ ҳаст, рақами 3 Алишер Холмуродов, 6 Вафо Ахоманишӣ ва бозигари шумораи 18 Алишер Салимов. ним ҳиматгарони ин тим рақами 62 Сафарали Каримов, 7 Ҷамшед Муродов, 10 Масрур Қиёмиддинов ва 77 Юнус Исматуллоев ҳастанд. наздиктар ба хатти ҳамла рақами 88 Ҷаъфар Исмоилов бозӣ мекунад ва ҳамлавари марказии тими Ҳулбук ин бозигари шумораи 11 Хайриддин Турахонов аст. сармураббии тими Ҳулбук ин Ҷалолиддин Маҷидов маҳсуб мешавад. рақобати имрӯзаро довари марказ аз шаҳри Душанбе, довари дараҷаи фифа Гулмуроди Саъдулло ҳакамӣ дорад. ба ӯ аз канорҳо Ҳасан Каримов ва Акмал Буриев кӯмак хоҳанд кард ва довари эҳтиётӣ ё худ довари чаҳорум бошад ин Рустам Нурматов аст. дар ҳуҷраи вар бошад Амирҷон Хоркашев бо Хусрави Сидиқзод кору фаъолият хоҳанд кард ва шӯраи ин рақобат бошад Ман Давлат Хатибзода ҳастанд. як зарбаи бисёр ҳам хуб, вале аз паҳлӯи дарвоза ин зарба берун шуд. Алифбек Беромов интизор дошт ки ин зарба ба гол табдил меёбад. берун аз ҷаримагоҳ ҳиматгари дастаи Барқчӣ ин зарбаро иҷро намуд. бозигари шумораи 3 Раҳматшо Раҳматзода. дар нимаи аввали рақобат дастаи Барқчӣ фаъол буд дар қиёс ба тими Ҳулбук, вале баъд аз он ки тими Ҳулбук ба дарвозаи хеш гол сар дод, шогирдони Ҷалолиддин Маҷидов хеле ҳам фаъол шуданд ва баъди талошҳои пайваста тавонистанд ки голи ҷавобиро таслими тури ҳариф намоянд. аз аут туп ба бозӣ дароварда шуд. инҷо Азизбек Далиев амалкарди зиёдатӣ дошт, вале баъдан Гулмуроди Саъдулло ишора мекунад ки футболбози тими Барқчӣ Мусо Қаҳоров аз аут тӯбро нодуруст ба бозӣ ворид намудааст. дигар бора рафти рақобат манъ карда шуд. ба хотири чӣ? ба хотири он ки бозигари Барқчӣ дар ҳолати нобозӣ буд. ҳуҷуми дастаи Ҳулбук, футболбози ин даста муваффақ гардид ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. зарба бисёр ҳам хатарнок, бинандаҳои азиз, ва Хайриддин Турахонов дар рақобати дуюм муваффақ шуд ки самти дарвозаи дастаи Барқчӣ зарба равон кунад. дар нимаи аввал Хайриддин Турахонов қариб ки намоён набуд, ба он маъно ки умуман дар ҳуҷумҳои дастаи Ҳулбук ин футболбоз дида намешуд. аз лиҳози идоракунии тӯб то кунун футболбозони тими Барқчӣ фаъоланд, албатта бо чунин шакл бозӣ кардан дар нимаи аввал низ борҳо бо иштироки футболбозони ин даста дида мешуд. гайрус Онана бо Меҳрон Маъдаминов чандон ҳам дигарфаҳмии хуб надошт. имрӯз дастаи Барқчӣ дар майдони хонагии хеш ҳунарнамоӣ дорад. дар ҳамин вазъият Баракатулло Нигматуллозода маҷбур шудааст ки ба қоидаи ситезӣ даст занад. дарвозабони дастаи Ҳулбук Шоҳин Ҷалилов фандаке дар ҳолати ногувор буд, чунки пасе ки аз ҷониби ҳамдастааш ба ӯ равон карда шуд чандон хуб набуд. ҳуҷуми навбатии дастаи Ҳулбук тавассути канори рости майдон. маҷбур мешаванд ки андаке ақибнишинӣ кунанд. дар мавсими гузаштаи Лигаи Олии Мамлакат, бинандаҳои азиз, дастаи Барқчӣ дар зинаи нуҳум қарор гирифт. шогирдони Алифбек Беромов 5 ғалаба, 5 мусовӣ ва 12 бохт ба қайд гирифтанд. дар ҷамъ
بعد انجام 22 دوره موسم گذشته فوتبالبازان شهر حصار 20 امتیاز به دست آوردند و در چمپیونات باقی ماندند. هجوم دسته هولبوک حالتی نوبازی نیست. در کنار چپ میدان حمله این دسته براه مانده می شود ولی ادامه این هجوم به نتیجه است. دسته که موسم گذشته از لیگ عالی مملکت ترک کرد این باشگاه کوکتوش بود. فوتبالبازان کوکتوش 5 امتیاز به دست آورده در زینه 12 قرار گرفتند و امکان اشتراک در موسم نو را از دست دادند. ارسال مهران با داخل جریمه‌گاه حریف به نتیجه است. داور کناری اشاره میکند که در آخرین لحظه توپ بعد رسیدش به پای بازیگر هولبوک بعدا از میدان بیرون شده است. در موسم گذشته کوکتوش در زینه 12 بود و پنشهر باشد در زینه 11 موقع گرفته بازی‌های گزارشی انجام داد. پنشهر در بازی‌های گزارشی مقابل تیم پرواز شهر خوجند دو رقابت دایر کرد و به پیروزی دست یافته. تیم پنشهر توانست که در لیگ عالی باقی بماند ولی در موسم نو نیز تیم پنشهر چندان نتیجه های خوب را به قید گرفتن نمیتواند. هجوم دسته برقچی به نتیجه به انجام رسید. ارسالی که به عزیزبک دلیف روان کرده شد رفتن نرسید. محمد کمال معذرت و ژان اونانا بوده است. فوتبالبازان ذخیروی هر دو دسته آمادگی میبینند. هم بازیگران ذخیروی تیم برقچی و هم تیم هولبوک. باید بگیم که یعنی زمان در حیات هر دو دسته تقریبا 11 نفری در حیات ذخیروی هستند البته و در ادامه بخوری آنها میتوانند که از جانب سرمربی هر دو دسته به میدان وارد شوند. یونس اسمت‌اللهیف با همراهی خیرالدین تورخانوف چندان بازیگزاری خوب را نتوانست که نشان بدهد. ارسال نوبتی توپ به داخل جریمه‌گاه به نتیجه است. کوایک گودسون اولی شده توپ رو به دستان خود گرفت. در نیمه اول کوایک گودسون چندان فعال نبود با اون معنا که بازیگر مذکور چندان در نزد دروازه‌اش هجوم‌های خطرناک رو ندید. فرصتی بسیار هم خوب و ضربه زده مهران مدمینوف دیگر باره از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. امروز در خط حمله دسته برقچی یکی از بازیگرانی که تلاش بیشتر دارد و هنرنماییش در قیاس با دیگر بازیگران فرق دارد این مهران مدمینوف. هنگامی که توپ را قبول میکند حتما یک فرصت خطرناک رو در نزد دروازه دسته هولبوک سازمان میدهد. ضربه کنجی به نفع صاحبان میدان. عزیزبک دلیف با بازیگزاری از این فرصت استفاده میبرند و شاهین جلیلوف توپ را زده از نزد دروازه اش دور کرد. عکس الهجوم به صورت دسته هولبوک شروع می شود توسط کنار راست میدان. سفرعلی کریموف توپ را در نظارت دستش نگاه داشت. یونس اسمت‌اللهیف ارسال سفرعلی کریموف به جای درکاری رفتن نرسید. مبارزه انفرادی با اشتراک فوتبالبازان دسته برقچی و هولبوک صورت گرفت. میتوان گفت که در آن همون حالت عزیزبک دلیف موفق شد.
موسی قهارов پاسیو با قفو جایروس اونانا گزارش بسیار هم خوب از جانب موسی قهارов ولی نفر دوم با او اندکی مانع ایجاد کرد. به هر حال فوتبالبازی دسته برقچی موفق گردید که جلوی دستش رو ادامه بدهد و اوت نیز کار کرد. از اوت موسی قهارov توپ را با بازی وارد کرد. دوبی رامین عزیزبک دلیف و اینجا ضربه کنجی تعیین می شود. این بعد از کنار مقابل برای اجرا کردن ضربه کنجی از حتی دسته برقچی جاویدان خوشبختov نزدیک توپ می آید. نیم حمایتگر بیایید به این وضعیت متوجه می شویم. پرتاب با داخلی جریمه‌گاه خیلی هم بلند و از پهلوی دروازه طور دیدیم این ضربه از میدان بیرون شد. از وضعیت استانداردی صاحبان میدان چندان خوب استفاده کردن نمیتوانند. در نیمه اول نیست چند ضربه جریمه‌ای به نفع فوتبالبازان این تیم سازمان داده شد. همچنین ضربه های کنجی نیز به نفع فوتبالبازان دسته برقچی تعیین گردید، اما از این امکانات ها استفاده برده نتوانستند. تنها از ضربه جریمه‌ای 11 متر هم عزیزبک دلیف توپ رو به دروازه وارد کرد. این زمان در لیگ عالی مملکت دو فوتبالباز گل های برابر زدند. شریدین بابویف مؤلف 4 گل است. در دو بخوری آخری خیش با پیرانوی دسته رفشن شهر کلوب مؤلف دوبل گردید و همکنون عزیزبک دلیف نیز در برابر شریدین مؤلف 4 گل است. بعدا فوتبالبازان دیگر در حساب خیش 3 گلی دارند، از جمله منوچهر جلیلوف از هیئت دسته استقلال شهر دوشنبه، شهباز حبیب‌الله از هیئت ارتش ها و بعدا نوریدین امرقلوف از هیئت دسته وحش توانستند که تا دور چهارم با زدن 3 گلی دست یابند. ولی در ادامه رقابت‌های دور پنجم منوچهر جلیلوف، نوریدین امرقلوف و بعدا شریدین بابویف امکان دارند که زدن گل دست یابند. اینجا شاهین جلیلوف دروازه‌بان دسته هولبوک اولین شده از موقع خود بیرون آمد و توپ رو صاحب نیز گردید. ارسال خیلی هم بلند به خط حمله. اینجا فوتبالباز دسته هولبوک توپ رو صاحب گردید، خواست که با اصول غیر عادی توپ رو از همتگری دسته برقچی گذراند ولی با مقصد خیش نرسید. در بعض مسافه دور ولی صدگذاری از جانبی فوتبالبازان دسته برقچی. صاحبان میدان میخواهند که زود به عکس الحمله فرار کنند. ارسال دور و دراز به خط حمله ولی این ارسال خیلی هم خطا بود. دوره میبینیم در نیمه دوم رقابت هنرنمایی هر دو دسته تا جای برابر است. هرچند تیم برقچی از لحاظ اداره کنی توپ در قیاس به حریف اندکی فاولتر نیز هست. گزارش بسیار هم خوب دوبی رامین. ادامه حمله دسته برقچی به نتیجه است و بر زمین دوباره کناری برقچی خود رو بلند نمود. ببینید که در آن همین حالت هنگامی که توپ به خط حمله ارسال کرده شده لکه دوبی رامین لیگنر تیم برقچی از همتگران تیم هولبوک پیشتر قرار گرفته بود و در رقابت امروزه بار اول نیست که فوتبالبازان دسته برقچی در حالت نوبازی هستند. کوشش نوبتی مهران مدمینف از یک نفر گذشت، پسی با همدستش رفتن نرسید. در مبارزه های انفرادی مهران مدمینف در رقابت امروزه خیلی هم پیشرفت است.
حمله‌گر دسته برقچی قد و قامتی بلند دارد و در اکثر حالات میتواند که توپ رو موفق نیست توپ رو به نظارت خیش بگیرد. کاپیتان دسته برقچی از پای چپ خیش آسیب گرفت. فوتبالباز شماره 24 مهربان غفارزاده همدستانش با او میخواهند که یاری بدهند. دختر دسته برقچی نیست وارد میدان گردید. هنگامی که مهربان غفارزاده برای برطرف کردن هجوم حریف تلاش نمود آنجا از پای خیش یک جراحت نیز گرفت. دیگر بار از جانب کارگردان گل زده عزیزبک دلیف با ما نشان داده می شود. او در نیمه اول از ضربه جریمه 11 متره با زدن گل دست یافت. با پای چپ توپ رو وارد دروازه کرده بود و بعدا فوتبالبازان تیم برقچی در حساب پیشرفت نیز شدند. تو با تنفس برآمدن در نیمه اول با فوتبالبازان تیم هولبوک میسر شد که گل جوابی رو به ثمر برسانند. اینجا نخستین تغییرات در هیئت دسته هولبوک نیز انجام داده می شود. فعلا بهترین لحظه های رقابت امروزه با ما پیشنهاد کرده می شود. این هم گل زده یونس اسمت‌اللهیف. بازیگر شماره 77 مؤلف گل تیم هولبوک در رقابت امروزه از میدان گرفته شد و از هیئت ذخیروی این تیم فوتبالباز شماره 17 زینالله میرزا عبداللهیف به میدان وارد گردید. این نخستین تغییرات در هیئت دسته هولبوک در رقابت امروزه است. مسروق قیام‌الدینov همکنون فوتبالبازان هولبوک با هجوم میگذارند توسط کنار چپ میدان. ژایروس اونانا عکس الهجوم حریف رو برطرف کرد. در موسم امسال لیگ اولی مملکت هم دسته برقچی و هم دسته هولبوک علاقه به نتیجه مساوی دست یافتند، ولی در رقابت امروزه هر دو تیم تا دقیقه های اخیر برای به دست آوردن 3 امتیاز مهم مبارزه خواهد بود. این زمان هولبوک و برقچی به قطار تیم های میانه حال شاملند. گزارش بسیار هم خوب از جانب موسی قهارف. این بعد عزیزبک دلیف ضربه را اجرا کرد و گل. اشتباهی نابخشیدنی از جانب دروازه‌بان دسته هولبوک شاهین جلیلوف به قید گرفته می شود. در دقیقه 67 روسنجی دیگر بار عزیزبک دلیف فوتبالبازان دسته برقچی را در حساب به پیش می برارد. همکنون عزیزبک موقتا بهترین نشانزنی لیگ اولی مملکت می شود. همکنون عزیزبک دلیف مؤلف 5 گل است. بیننده های عزیز، او از شریدین بوبویف نیست پیش صف شد. اینجا سرمربی دسته هولبوک جلالالدین مجیدوف اظهار تاسف می‌خورد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه شاهین جلیلوف با اشتباه خیلی هم دغل راه داد. ضربه که مستقیما جانب او روان کرده شد و را نتوانست که برطرف کند. خوب بیاید به نوارهای تکراری توجه میکنیم. گزارش موسی قهارف بسیار هم خوب بود. بعدا اینجا عزیزبک دلیف ضربه را روان کرد، ولی ضربه روان کرده او بعدی رسیش به پای علیشر سلیموف مستقیما سمت دروازه‌بان رفت، ولی دروازه‌بان ببینید که چه طور غیری کسبی بازی کرد. اگر امروز دسته هولبوک با شکست روبرو گردد، پس یکی از
سببگاران اساسی این باخت محض دروازه‌بان و کاپیتان دسته شاهین جلیلов خواهد بود. ادامه وخوری برای فوتبال بازان تیم هولبوک بسیار هم مشکل خواهد شد. دوبی رامین تلاش او فرصت هست. عزیزبک دلیف این نوبت بیرون از جریمه‌گاه ضربه رو روان نمود ولی ضربه‌اش کاملا نادرست بود. امروز فوتبال بازی تیم برقچی مؤلف دوبل می شود. او در نیمه یکم از پنالتی گل زده بود و در قسم دوم دیگر باره به زدن گل دست یافت. اینجا لیگنر تیم برقچی فشار آورد و کوشش او ثمره نیز داد. توپ را صاحب گردید، بعدا مسئولیت ضربه زنی را به عزیزبک دلیف واگذار کرد. خوب، تغییرات نوبتی در حتی دسته برقچی شهر حصار انجام داده می شود. کاپیتان این دسته فوتبال بازی شماره 24 مهربان غفارزاده از میدان گرفته می شود. همچنین فوتبال بازی شماره 21 از ساعت تیم برقچی میدان را ترک می کند. دوبی رامین و مهربان غفارزاده از میدان گرفته شدند. به جای این فوتبال بازان از ساعت ذخیروی فوتبال بازی شماره 26 وارد میدان گردید. این پاتریک آرتور و فوتبال بازی دیگر تحت شماره 7 این اوریون مهر نوریدین است. در ادامه رقابت به جای اوریون مهر به جای دوبی رامین در خط حمله به حیث هجومگر مرکزی اوریون مهر نوریدین بازی خواهد کرد و پاتریک آرتور باشد. در موقع مهربان غفارزاده بازی رو ادامه خواهد داد. اینها نخستین تغییرات در حیاتی دسته برقچی بودند. دیگر باره قهرمان دسته هولبوک به ما نشان داده می شود. شاهین جلیلов گزارشی بسیار هم خوب از جانب موسی قهارov امروز از فریب دادن فوتبال بازان دسته هولبوک لذت میبرد. در گل دوم دسته برقچی نقش موسی قهارov قابل قید نیز هست. محض او 2-1-3 فوتبال بازی دسته هولبوک را گذاشته وارد جریمه‌گاه شد. بعدا به قفا پاس داد و عزیزبک دلیف باشد ضربه بسیار هم سخت را سمت دروازه حریف روان نمود. 20 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی این وخوری وقت هست. فوتبال بازان هولبوک امکان دارند که از باخت نجات یابند ولی برای از باخت نجات یافتن باید تلاش کنند. محمد کمال، ژایروس اونانا. ببینید که در رقابت امروزه لیگنر تیم برقچی فوتبال بازی شماره 13 ژایروس اونانا هم در خط حمله به هجومگران کمک میکند هم در خط دفاع به حمایتگران. امروز خیلی هم فعال است ژایروس اونانا. مکنون گزارش مهران مدامینov ولی حمایتگر دسته هولبوک علیشیر خالمرادov توپ را زده از میدان بیرون نمود. در وضعیت قبل این نه که مهران مدامینov بلکه برکت‌الله نیگمت‌الله هجوم دسته‌اش را ادامه داد بعد از آنکه کاپیتان تیم برقچی مهربان غفارزاده از میدان بیرون شد. دستبند کاپیتانی را به حمایتگر دیگری دسته برکت‌الله نیگمت‌الله زاده می‌دهد. عزیزبک دلیف در نزد توپ است. ارسالی او به داخل جریمه‌گاه. حمله دسته برقچی ادامه خواهد کرد. پرتاب نوبتی خیلی هم بلند و 9 دقیق است. از ضربه‌های کنجی امروز فوتبال بازان برقچی می توانستند که نتیجه قابل توجه رو انجام بدهند. اگر در دور پنجم دسته برقچی تواند که مقابل هولبوک پیروز شود و صاحب 3 امتیاز ضروری گردد پس خالهای هر دو دسته در جدول عمومی برابر خواهند شد. این زمان هولبوک صاحب 7 امتیاز است و تیم برقچی باشد در حساب خیش 3 خال دارد.
با گذشت 4 دور فعلا در لیگ اولی مملکت دسته استقلال پیش صف است. فوتبالبازان شهر دوشنبه در حساب خویش 10 خال دارند. بعد استقلال در جدول عمومی چمپیونات نماینده دیگر شهر دوشنبه کلوب مرکزی ورزش ارتش موقع گرفته است. ارتشی ها باشد در حساب خود 8 امتیاز دارند. در ادامه اسخط شهر خوجان، رفشن شهر کلاب، هولبوکی ناحیه وسه امتیاز برابر دارند 7 خالی. برقچی با 5 خال در زینه هفتم است. ریگر تدست 4 خال داشته زینه هشتم را کسب میکند. بعدن خوجان 3 امتیاز داشته در زینه نهم. استرافشان و حاصلات برابر 2 امتیازی داشته زینه های دهم و 11 را صاحبند و در زینه از همه آخری جدول باشد. بعد خاتمه 4 دور لیگ اولی دسته پنشهر موقع میگیرد با دست آوردن 1 امتیاز. برقچی در دسته پنشهر در دور سیوم با تیم برقچی به نتیجه مساوی دست یافته بود. آن واخری با حساب 0-0 ختم شده بود. به نفع فوتبالبازان هولبوک ضربه کنجی تعیین می شود. امکاناتی خوب دارند فوتبالبازان ناحیه وسه تا اینکه از باخت نجات یابند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه فرصت هست و ببینید که فوتبالباز دسته برقچی در روی خط توپ را زده است نزدی دروازه‌اش دور کرد. امکانات بهترین فوتبالبازان تیم هولبوک در نیمه دوم از بین می رود. عکس الهجوم دسته برقچی فرصت به نهایت خوب، ضربه باید اجرا کرده شود ولی در این حالت اندکی دیر میکند. جاویدان خوشوقتوف باید سری وقت پاس میداد یا اینکه هجوم رو به نقطه نهایی میرساند. احمدجان احمدزاده، پاتریک ارتور همکنون میزبانان عقب نشینی میکنند. موسی قهاروف طریق کنار چپ میدان هجوم فوتبالبازان شهر حصار را ادامه خواهد داد. پرتاب به خط حمله جاویدان خوشوقتوف در قبط دوم موفق گردید ولی بعدا حالت نوبازی به اعتبار گرفته می شود. مهران مدمینوف امروز در اکثر حالت در افساید بود. در این وضعیت نیست مهران در حالت نوبازی بودنش بر اعلی احساس می گردید. همان فرصتی با عمل آمده برای بازیگران هولبوک دیگر برو از جانب کارگردان با ما نشان داده شد. ضربه که بوسر در قبط دوم اجرا گردید از جانب همتگری دسته برقچی در سطح عالی برطرف کرده شد. قاعده ورم کنیم جمشید مرادوف نیم همتگری هجومکار تیم هولبوک به قاعده دستی تیزی دست زد. در رقابت امروزه گلمراد سعدالله 3 دفعه فوتبالبازان دسته برقچی و 1 مرتبه بازیگر تیم هولبوک رو با کارت زرد مجازات نمود. در مرکز میدان فوتبالبازان برقچی کوشش میکنند که هجوم نوبتی خویش را سازمان بدهند. موسی قهاروف در نیمه دوم خیلی هم فعال است. اشتباه نوبتی از جانب پاتریک ارتور صورت میگیرد. فوتبالبازی که در نیمه دوم وارد میدان گردید. با همین ترتیب هجوم نوبتی دسته هولبوک به نتیجه جنبست شد. فوتبالباز شماره 88 جعفر اسماعیلوف ضربه زده‌اش کاملا نادرست بود. بازیگر نوبتی چند پس حیثیت دسته برقچی وارد میدان میگردد. امروز می توانیم بگوییم که رقابت مذکور برای فوتبالبازان تیم برقچی یک بازی جشنی نیز هست، چون که آنها در میدان خانگی خویش که بعد مدت زیاد
از تعمیر و تجدید برآمد. بازی خیش را دایر میکنند و اگر به پیروزی دست یابند یک ارمغان نیز برای مخلصان و هواداران دسته برای رهبریت باشگاه نیز محسوب می شود. گزارش مهران مدمینов وارد جریمه گردید ولی پسی او به همدستش خطا بود. مسرور قیامیدینov هجومی جوابی تیمی هولبوک. جمشید مرادov هجومی دسته هولبوک ادامه خواهد کرد. ضربه از مسافه دور و ژایروس اونانا و ضربه زده حریف سد گذاری کرد. قاعده بازی ویران نشده است. حمله دسته هولبوک ادامه خواهد کرد. فرصت هست. جمشید مرادov ولی ضربه زده جمشید و دیر رسیش به پای بازیگر برقچی از میدان بیرون می شود. از ضربه کوچی توپ را با بازی وارد کردند فوتبال بازان تیمی هولبوک. این هجوم نیز به نتیجه جنبست می شود. قیامیدینov موجی دویمی حمله دسته هولبوک را راه اندازی خواهد کرد. کلی فوتبال بازان این تیم در نیمه میدانی حریف هستند. پس درو دراز با کنار چپ میدان در مبارزه انفرادی فوتبال بازی تیمی هولبوک موفق می‌گردد. فوتبال بازی شماره 62 سفرعلی کریمov دهه آخری رقابت دسته برقچی و هولبوک نیز شروع گردید. در رقابت دوم در بیشتر حالات فوتبال بازان شهر حصار موفق هستند. عزیزبک دلیف با سرعت بلند به خط حمله می‌شتابد. گزارش بسیار هم خوب. عزیزبک دلیف کوششی او برای انجام دادن خطریک. دلیف ضربه دلیف و خطا می‌رود. اینجا دلیف از پای خود بسیار هم محاسب جدی گرفته است ولی فوتبال بازان هولبوک تصمیم می‌گیرند که هجوم خیش را ادامه بدهند. البته هجوم ادامه می‌یابد چون که عزیزبک دلیف فعلا بیرون از میدان است. سفرعلی کریمov اینجا الفبک بیراموف خیلی هم نگران است چون که دست پروران او در میدان یک نفر کم هستند. هجومی برقصو با اشتراک صاحبان میدان از صورت گرفت. عزیزبک دلیف موفق گردید که ضربه را روان کند ولی ضربه زدش به ستون دروازه برخورد. نه معذرت به ستون دروازه بر نخورد بلکه به دیگر سمت روان نمود و ضربه زده مهران مدمینov بود که به ستون دروازه رسید. این زمان فوتبال بازان تیم برقچی یک نفر کم در میدان هستند چون که عزیزبک دلیف فعلا بیرون از میدان است. هجوم دسته هولبوک سفرعلی کریمov ضربه زدهش خطا رفت. تغییرات نوبتی در حیاتی دسته هولبوک انجام داده می شود. فوتبال بازی شماره 88 جعفر اسماعیلov و همچنین فوتبال بازی شماره 62 سفرعلی کریمov از میدان گرفته می شوند. به جای آنها فوتبال بازی شماره 19 اسد ذخیروی زرحلشو اکرمov وارد میدان گردید. در برابر زرحلشو اکرمov اینچنین فوتبال بازی شماره 27 بختیار چوریف نیز به میدان آمد. تا پایان رقابت امروزه دقیقه های کمتر باقی میمانند و تیم هولبوک باشد همانا در حساب قفا میماند. کوشش فوتبال بازان تیم برقچی به نتیجه است. تلاش بازیگر تیم هولبوک به نتیجه است چون که دوباره کناری علاقه اشاره کرد که توپ خط معین شده را عبور کرده است.
امروز اگر رقابت دستای برقچی و هولبوک با حساب 2-1 جمع شود، عزیز بک دلیف بهترین بازیگر رقابت امروز انتخاب شده. اینچنین به احتمال زیاد به هیئت رمزی دوره پنجم نیز وارد میگرده. بختیار چوریف اولین رسش های او به توپ، بعدی به میدان وارد شدن. هجوم دسته هولبوک، ضربه از مسافه دور. جمشید مرادوف ضربه زده اش خیلی هم خطرناک بود و اینجا کوی گاتسون خیلی هم غضبین است. به خاطر چی؟ به خاطر اون که هم دسته هایش به حریف امکانیت میدهند که چنین ضربه ها رو اجرا کنند. خوب با اینجا سرمربی دسته برقچی نیست تغییرات رو انجام میدهد. فوتبال بازی شماره 9 مهران مدمینов از میدان گرفته می شود و به جای او بازیگر شماره 17 مهربان حمیدov وارد میدان میگردد. در برابر مهران مدمینov اینچنین فوتبال بازی شماره 8 از میدان گرفته شد جاویدان خوشوقت و به جای جاویدان بازیگر شماره 49 لیگنر فریمپونگ بواتنگ به میدان وارد گردید. دروازه‌بان دسته هولبوک شاهین جلیلوف از موقع خود بیرون آمده هجومی حریف رو برطرف کرد. در پایان رقابت امروزه می توانیم که به بازی های هم دسته برقچی و هم بازی های دسته هولبوک در ماه اپریل توجه کنیم. اینجا ضربه جریمه‌ای به نفع دسته هولبوک تعیین می شود. در پایان رقابت امروزه شاگردان جلال‌الدین مجیدوف امکان دارند که از امکانات به عمل آمده استفاده کرده از باخت در مقابل باشگاه برقچی نجات یابند. جمشید مرادوف و بختیار چوریف در نزد توپ هستند. با اشتراک فوتبال بازی دسته برقچی دیوارچه دفاعی نیست جهتی برطرف نموندن این هجوم تشکیل کرده شد. جمشید مرادوف انتظار صدایشته که داور است در داخل جریمه‌گاه دسته برقچی. با اشتراک فوتبال بازی هر دو دسته یک نوفهمی کوچک نیست سازمان به میان آمدن اخترش. گلمراد سعدالله مجبور می شود که کارت زرد را از جای خیش بیرون کند. اینجا لیگنر ایرانی تیم هولبوک از قرار برآورده داور اندکی سرپیچی کرد. لیگنر فوتبال بازی هولبوک از کشور ایران وفا هخامنشی و همکنون به خاطر این عملهای غیر ورزشیش با کارت زرد مورد مجازات قرار گرفت. خوب صدایش که گلمراد سعدالله بلند شد. جمشید مرادوف در نزد توپ است. ضربه جمشید مرادوف هرچند به دیوارچه دفاعی نیز برخورد ولی تو به نزد دروازه رفت. کوی گاتسون باشد در موقع خود استوارانه بازی کرده ضربه زده حریف را رفت نمود. خوب بیننده های عزیز به رقابت های بعدی دسته هولبوک و برقچی در ماه اپریل می توانیم که توجه کنیم. در دور ششم چمپیونات باشگاه برقچی شهر حصار یک رقابت بسیار هم مشکل در پیش انتظار است. شاگردان الفبک بیراموف در دور ششم چمپیونات با قهرمان فعلی کشور باشگاه استقلال مبارزه خواهند برد. در همین ورزشگاه رقابت دسته های برقچی و استقلال برگزار خواهد شد. دسته هولبوکی ناحیه واسه باشد بسیار هم تقویمی مشکل دارد. دسته مذکور روز 18 اپریل با تیم خوجند بازی میکند.
дар идома бошад. дар даври ҳафтум бо Истиқлол, дар даври ҳаштум бо Регар Тадас ва дар даври нуҳум бошад тими Ҳулбук бо Вахш мубориза хоҳад бурд. дар умум 4 рақобати бисёр ҳам мушкил футболбозони ноҳияи Восеро дар пеш интизор аст. дар моҳи май бошад дастаи Барқчӣ рақобатҳои хешро дар лигаи олӣ доир мекунад. онҳо дар ибтидои моҳи май омад бо Вахш, баъдан рӯзи 10 май бо Равшани шаҳри Кӯлоб ва санаи 16 май бошад бо Истаравшан дар сафар мубориза хоҳанд бурд. зарба аз масофаи дур ва ин зарба хато рафт. оҳиста оҳиста дар шаҳри Ҳисор низ шомгоҳон мешавад ва тавре мебинем нурафканҳои варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор низ равшан мешаванд. ногуфта намонад ки баъди таъмиру таҷдид гардидани варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор, нурафканҳои ин майдон низ иваз карда шуданд ва дар шомгоҳҳо низ дар ин майдон метавонанд ки рақобатҳои хешро футболбозони дастаи Барқчӣ доир кунанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. муқобили футболбози тими Ҳулбук бозигари шумораи 18 Алишер Салимов ғайриқоида амал намуданд. Бахтиёр Чориев ин навбат муваззаф мегардад ки аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ дарорад. хуб, аз ҷониби довари марказ 4 дақиқа ба нимаи дуюми ин вохӯрӣ зам гардид. партоби Бахтиёр Чориев ба дохили ҷаримагоҳ, вале бидуни натиҷа. ҳуҷуми ин тим ҷамъбаст гардид. اینجا دروازه‌بان دسته برقچی کوی گودسون اندکی وقت کشی نیز میکند. مکنون بعد اندک انتظاری کوی گودسون توپ رو با بازی وارد کرد. هجومی دسته برقچی ضربه بسیار هم سخت به داخل جریمه‌گاه روان کرده شد، ولی این ضربه خوف و خطری رو برای دروازه‌بان تیم هولبوک به میان آورده نتوانست. در دقیقه های آخرین رقابت تغییرات نوبتی در حیاتی دسته برقچی انجام داده می شود. یکی از فوتبال بازان کلیدی، یکی از بهترین بازیگران تیم برقچی در رقابت امروزه و در عموم در موسم 34م عزیزبک دلیف ترک میدان میکند. فوتبال بازی شماره 10 با حیثیت ذخیروی تیم برقچی، فوتبال بازی شماره 44 دیلوار جمشید با بازی وارد میگردد. این همان ضربه که میتوان گویم تقدیر ساز بود برای تیم برقچی در رقابت امروزه و فعلا با شرافت دوبلی عزیزبک دلیف بازیگران شهر حصار در حساب پیش صفند و بعد از آن که از میدان بیرون شد هم دسته هایش او را گرم و صمیمی استقبال میگیرند. تلاش نوبتی فوتبال بازان هولبوک بهره از باخت نجات یافتند در بازی دور پنجم لیگ اولی. کوی گودسون یک از اولین ها شده توپ رو صاحب گردید. کمتر از 2 دقیقه دیگر برای تیم هولبوک در رقابت امروزه وقت هست. امروز فوتبال بازان ناحیه واسه در مقابل تیم برقچی چندان بازی خوب نشان دادن نتوانستند. بعد یک پایقچی بسیار هم عالی فوتبال بازی که چند پیش وارد میدان گردید. دیلوار جمشید توپ را زده از میدان بیرون کرد. فوتبال بازی تیم هولبوک از پای خش جراحت میگیرد. ببینید که دیلوار جمشید پایقه انجام داد.
اینجا با بازیگر یوسف برداشته تیم هولبوک نیز یوری عملیه طبی رسانیده می شود. از آوت تو با بازی وارد کرده شد. تلاش نوبتی فوتبال بازان تیم هولبوک تو را از دست می دهند. بختیار چوریف به حریف امکانیت نداد. ارسال نوبتی به خط حمله و ژایروس اونانا در این حالت موفق گردید که توپ را زده از داخل جریمه‌گاه خویش دور نماید. داور مرکز برای تشکیل یک هجوم دیگر به فوتبال بازان تیم برقچی امکانیت می‌دهد. جمشید مرادزاده از پای افتانیده شد. بازیگر شماره 6 محمد کمال در مقابل حریف غیر قاعده بازی کرد. امکانیت آخرین برای بازیگران تیم هولبوک در رقابت امروزه به میان میآید. نه، در این وضعیت نه که محمد کمال بلکه پاتریک آرتور به قاعده تیزی دست داده است. این اول نه اینکه جمشید مرادزاده بلکه بختیار چوریف در نزد توپ است. دورچه دفاعی با اشتراک فوتبال بازان تیم برقچی نیز سازمان داده شد. به این حالت متوجه میشویم. ضربه بختیار چوریف از مسافه دور و خطا می رود. اینجا داور به نقطه اجرایش ضربه کنجی اشاره کرد. مسرور قیامیدینف در نزد توپ است. ارسال مسرور به داخل جریمه‌گاه، ضربه هم اجرا کرده شد. به همین ترتیب بیننده های عزیز وخوری دسته های برقچی شهر حصار و هولبوک نویه بوسه در دور پنجم لیگ عالی مملکت جنبست گردید و پیروزی دسته برقچی را در رقابت امروزه دوبلی عزیزبک دلیف تامین می‌نماید. یگانه گل دسته هولبوک را باشد یونس اسمت‌اللهیف به هدف رساند. همکنون امتیازهای دسته برقچی با هولبوک برابر 7 امتیازی میشوند و بعد این غلبه دسته هولبوک دسته برقچی میتوانیم بگیم که موقع خود را اندک در جدول عمومی چمپیونات بهتر نیز میکند. دسته نفکار لیگ عالی مملکت باشگاه هولبوک دوامی 2 دور است که با شکست روبرو می شود. بعد از خط همکنون برقچی این تیم را توانست که شکست بدهد. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر حصار به انجام رسد. طول این دقیقه ها در نزد میکروفون در خدمت شما بودم. شورح دولت خطیب زاده بود.